سال 1999 بود که ناسا یک مریخگرد به اسم مارس کلایمت اوربیتر رو به سمت مریخ فرستاد و پس از حدود 700 میلیون کیلومتر به مریخ رسید. هدفش همین بود که جو و آب و هوای مریخ رو بررسی بکنه. مأموریتش هم حدود 2 سال بود، ولی خب زمانی که به مریخ رسید سقوط کرد و حدود 350 میلیون دلار که هزینه این پروژه شده بود به باد رفت. حالا این فاجعه دلیلش چی بود؟ دلیلش یک خطای برنامه‌نویسی خیلی کوچیک بود. برنامه‌نویسای آمریکایی ناسا اومده بودن از واحد فوت استفاده کرده بودن، ولی نرم افزار نویگیشنی که روی مریخ گرد بود از واحد متر استفاده میکرد و این اختلاف و این اشتباه باعث شده بود که مریخ گرد از اون فاصله‌ای که میبایست نسبت به مریخ داشته باشه این فاصله 1/3 بشه. یعنی فاصله بایستی 150 کیلومتر می بود، ولی مریخ گرد تا فاصله 50 کیلومتری نزدیک شد و چون جو غلیظ‌تر شد اصطکاک به وجود اومد با جو و سرعت رو کمتر و کمتر کرد و در نهایت مریخ گرد ناسا که قرار بود دور مریخ به چرخه سقوط کرد روی مریخ و تبدیل شد به یک مریخ نورد. البته این قسمتش رو جدی نگیرید. این اتفاق به همه دنیا نشون داد که حتی ناسا هم میتونه همچین اشتباه بسیار کوچیکی رو انجام بده که یک نتیجه فاجعه بار به بار میاره و اهمیت سافتور تستینگ رو نشون داد که اون هزینه زمانی و مالی که برای سافتور تستینگ انجام میشه چقدر ارزش داره و میتونه از چقدر خسارت بیشتر جلوگیری بکنه. حالا شما بگید که فاجعه بارترین خطای برنامه نویسی، باگ برنامه نویسی که داشتید چی بوده و چقدر تونستی که شما رو به درد سر بندازه؟